یک عزیزی پرسیدن در مورد شهردار جدید نیویورک. خلاصه به قول بعضیا میگن که شما در هر چیز نظر میدید. خب تقصیر ما نیست. عزیزان ما گاهی اوقات سوال میکنن و دوست دارن که ما در هر موردی که اتفاق میفته باید نظر بدیم. اولا من حقیقتش در این چند روز گذشته سایت ها و توییتر، فیسبوک و صفحات اجتماعی رو در عکس العمل هایی که از طرف مسلمان ها بود در پیروزی زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک مطالعه کردم. متاسفانه بعضی از مسلمان های ما خیلی سادن. تا یک اسم مسلمانی رو دیدن یک جا یا که یک نفری آمد یک 4 تا کلمه به نفع اسلام گفت یا به نفع مثلا مسلمان ها یا قضیه فلسطین گفت، در خودشون رو میبازن، تموم شد رفت. یعنی این دیگه فرشته است که از آسمان آمده برای نجات مسلمان ها. واقعیت امر این است دوستان عزیز، اولا در مورد این شخص از حضرت آیت الله ویکیپدیا پرسیدیم که این کی است. زهران کاوامی یا ممدانی در 18 اکتبر 1991 به دنیا آمده. یک سیاستمدار و یک وابستگان به اصطلاح حزب دموکرات در آمریکاست. افکار سوسیالیستی داره، افکار اشتراکی داره و چند روز پیش هم در شهر نیویورک انتخابات رو برد و به عنوان شهردار نیویورک تعیین شد. عادتاً در آمریکا کسی که شهردار نیویورک بشه میگن که این دیگه شروع راه هست برای رسیدن به کاخ سفید، رئیس جمهور شدن در آمریکا. اصالتاً هندی است، شیعه اسماعیلی است و خودشو مسلمان میگه و تحصیلاتش رو کلاً در جنوب آفریقا و در آمریکا و در اونجا انجام داده و بیشتر عمرش رو در نیویورک زندگی کرده. خلاصه‌ای در مورد این شخص. اما پیروزی زهران ممدانی در آمریکا یک پدیده‌ای رو که به عنوان میتوان درگیری داخلی در آمریکا محسوب کرد رو برای ما آشکار میکنه. حدود تقریباً 70-80 سال قبل سید قطب رحمت الله علیه وقتی به آمریکا سفر کرده بود، بعد از اینکه از اونجا برمیگرده یک کتابی مینویسه به نام آمریکایی که من دیدم و در اون کتاب جالب است که بعد از مطالعه جامعه آمریکا، ببینید قبل از 70 سال تقریباً 75 سال شاید، میگه که یک روزی این مملکت چنان از هم میپاشه که مردم دیگه خانه جنگی و جنگ‌های شهری و اینا رو فراموش بکنن و این شروع همین فروپاشی آمریکاست. ما احساساتی نباید با قضایا برخورد کنیم. طرف اومده توی یک مسجدی سخنرانی کرده، گفته من مسلمانم، اسمش هم اسم مسلمانی است، خلاص این دیگه خلاص دنیا گل و گلستان شد، الان دیگه پرچم توحید در آمریکا به اهتزاز در میاد، فلسطین هم آزاد میشه، اسرائیل هم نابود میشه. نه همچین چیزی نیست. این سگ زردی است که برادر شغال است. فرق بین او و بین ترامپ وجود ندارد و قضیه فلسطین نه به دست زهران ممدانی است نه به دست ترامپ. این قضیه مرگ و زندگی برای آمریکایی ها و برای یهودیایی است که در پشت پرده آمریکا رو اداره میکنن. منتها هیچ جامعه‌ای، هیچ حکومتی 100% مسئول نیست. با وجود همه قدرت و سعی و تلاش، ما چه قدرت‌هایی رو دیدیم که در همین چند دهه گذشته از هم پاشیدن. مثلا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با اون عظمتش، با اون وسعتش، با اون اسلحه و با اون ارتشش در یک چشم به هم زدن از هم پاشید و سببش هم که شد یک ملت پابرهنه‌ای که هیچی نداشت با دست خالی، مردم افغانستان. شروع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وقتی شد که در سال 1358 به افغانستان حمله کردن. این شروع بربادی روسیه بود، اتحاد جماهیر شوروی بود و ایالات متحده آمریکا هم دچار همچین یک سرنوشتی میشه و این شروعش است.
زهرا ممدانی با وجود اینکه خودش رو مسلمان میگیره و اصالتا امریکایی هم نیست و هندی تبار است و چطور در انتخابات پیروز میشه؟ چون به خاطر سیاست‌های ترامپ و حزب جمهوری خواه مردم فقیر و شهروندان درجه 2 و 3 آمریکا ضرر کردن، نارضایتی در بینشون زیاد شد و شعارات خدمات رایگان و به اصطلاح تقسیم اقتصاد و به اشتراک گذاشتن سرمایه ملی در بین مردم و این شعارهای سوسیالیستی در بین مردم طرفدار پیدا کرد. به خاطر همین شعاراش ایشون در انتخابات پیروز شد و این خودش یک شکستی رو، یک فاصله ای رو در بین دو قطب در آمریکا نشون میده، قطب طرفداران سوسیالیستی و قطب طرفداران فیودالیسم، و در این که همه اینها اعتقادات لیبرالی دارن، ضد ارزش‌های دینی و اسلامی دارن، در این شکی نیست. ارزش‌های دینی و اسلامی که ما مسلمان‌ها بهش اعتقاد داریم. اما از یک طرف زهرا ممدانی به نام مسلمان طرفدار افکار سوسیالیستی است، اشتراکی است، چیزی مثل کمونیستی. از یک طرف ترامپی که به اصطلاح ارزش‌های دینی و خانواده و نمیدونم مسائل اخلاق این مسائل رو داره بهش اهمیت میده، بدور از سیاست خارجیش که در قبال کشورهای اسلامی و فلسطین داره. طرف مقابل رو میبینیم زهرا ممدانی که از تدریس انحرافات جنسی و مسائل سکسی در مدارس طرفداری میکنه و اینو جزء آزادی و عدالت میدونه. ترامپ مثلا با کسانی که تغییر جنسیت میدن، دختر پسر میشه و پسر دختر میشه، مخالف است. زهرا ممدانی موافق است با این فکر. یعنی من در یکی صفحه که دوستان خوندم که نوشته الله اکبر، زهرا ممدانی در انتخابات پیروز شد، که انه قسطنطنیه فتح شده. این خیلی نشان دهنده جهل بعضی از مسلمان ها است در مورد اشخاص و واقعیت هایی که در جامعه وجود داره. هیچ کدام از افکار زهرا ممدانی با ارزش های اسلامی و فطرت انسانی سازگاری نداره. طرفدار همجنس بازی است، طرفدار تغییر جنسیت است، طرفدار آزادی تدریس امور جنسی و سکس است در مدارس و در مراکز تعلیمی در اونجا. اما امروز آمریکا دو جبهه شده، یک جبهه محافظه‌کار است و یک جبهه دیگه که لیبرال سوسیال مترقی، طرفداری تحول و برابری در جامعه. و این خودش نشون میده که این جامعه برای اولین بار داره با خودش درگیر میشه و این شروع فروپاشی ایالات متحده آمریکاست. و این واقعیت است که شما یک قرن پیش تاریخ آمریکا رو بخوانید، این ایالت‌های آمریکا مثل سگ و گربه به جان هم دیگه افتاده بودن. تاریخ جنگ‌های داخلی اینها رو بخوانید، چه کشتارها و چه فجایعی که بر علیه همدیگر انجام دادن. در صورت دو حزب میدونید که در آمریکا وجود داره، حزب دموکرات که ممدانی از اون نمایندگی میکنه و حزب جمهوری خواه که ترامپ هست و اینها دارن یکی با گرایش‌های چپ افراطی، یکی هم که با گرایش‌های راست افراطی و شروع یک شکست در بدنه ایالات متحده آمریکاست که الله سبحانه و تعالی اینها رو به جان هم دیگر بیاندازه. این که بعضیا احساساتی شدن از این که آقای ممدانی چرا از غزه دفاع کرده و کشتار فلسطینی ها رو محکوم کرده و از این حرفا. خب طبیعتا امروز با وضعیتی که در فلسطین اتفاق افتاد، هر صدایی و هر کسی که از ملت فلسطین دفاع بکنه برای مسلمان ها یک امید است. این اومد از قضیه فلسطین.
ببینید اصلا جامعه آمریکا و غرب عموما بعد از 7 اکتبر در مدت 2 سال گذشته دچار یک شکست اخلاقی و حقوقی و انسانی در بین خودشون شدن. بیش از 100 سال جهان رو اینها با شعار حقوق بشر و حقوق انسان و نمیدونم آزادی بیان و فلان اینها فریب دادن. یک دفعه وقتی قضیه غزه رخ داد دیدیم که استادای دانشگاه، دانشجویان، مخالفین جنگ بر علیه غزه رو چگونه باشون برخورد کردن، شکنجه کردن، زندان کردن، بازداشت کردن، در کوچه و خیابان پلیسا اونها رو کتک زدن، در جلوی دوربین‌های خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، همه اینا کوچکترین مسئله به طرفداری از فلسطین می‌نوشتی، می‌اومدن بلاک می‌کردن، می‌بستن صفحات رو. یک شکست اخلاقی برای غرب بود این قضیه. ممدانی اومد از این قضیه فقط به خاطر جمع کردن آراء مسلمانانی سطحی اندیش، سطحی نگر استفاده کرد و همچین یک حرفی رو زد و دیدیم که هزاران مسلمان رفتن چیکار کردن؟ بهش رأی دادن. و این رو یقین داشته باشید که ممدانی اگر امروز رئیس جمهور آمریکا بشه هیچ کاری برای فلسطین نمیکنه، الا اینکه الله سبحانه و تعالی این شکستی رو که در بدنه این حکومت افتاده، در بدنه ایالات متحده آمریکا افتاده رو بیشتر بکنه و اینا به جان هم بیفتن، چون سقوط آمریکا سقوط اسرائیل است و اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه ان شاء الله به یاری الله متعال ما در 2 سال آینده شاهد این شکست خواهیم بود. من یک سخنی که همیشه ذهن منو مشغول میکنه سخنان شیخ احمد یاسین مؤسس حرکت مقاومت اسلامی حماس است که در مصاحبه خودش تقریبا شاید 10 سال 15 سال قبل میگه که در سال 2027 اسرائیل سقوط میکنه و این رو به عنوان غیبگویی پیش بینی نمیگه. در 1927 فلسطین سقوط کرد و روایت هایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که در رأس هر 100 سالی الله سبحانه و تعالی انسان هایی رو میاره که تغییر و تجدیدی در دین ایجاد بکنن. برای این اساس میگه که بعد از 100 سال که در سال 2027 باشه این اتفاق میفته. قضیه پشتیبانی ممدانی از غزه قضیه در ظاهر قضیه انسانی بود، مردم متاثر شدن، خوششون اومد، اما واقعیت این است که پیروزی او به معنی پیروزی فلسطین نیست، به معنی ارتقای اخلاقی آمریکا نیست. آمریکا همون آمریکایی است که در قعر اخلاق و آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق انسان قرار داره و در حدود 70 سال اخیر شما دیدید که در هر گوشه ای از دنیا که قتل و وحشت و کشتار و از ویتنام بگیرید تا عراق و افغانستان و غزه جای پای این رژیم منحوس آمریکا در اونجا دیده میشه و هیچ کاری رو هم نمیتونه انجام بده ممدانی برای مردم فلسطین و قدرت تغییری هم در آمریکا نداره.